اول میخوام اجازه بگیرم از استاد گرامی که من شروع کنم، چون واقعا حقشونه که ایشون شروع کنن، اینه که ازشون طلب اجازه میکنم. و بعد خوش آمد میگم به همه. واقعا خیلی لطف کردید که اینجا تشریف بردید، در خدمتون هستیم. خیلی ممنون که من فکر میکنم که اومدن شما منو خیلی شاد میکنه و خیلی در حقیقت تشریف کننده است و ممنونم که اینجا هستید. از همتون ممنونم. یکی خواهش میکنم همه برای خودتون دست بزنید. من بعضی وقتا هستش که احساسامو روی کاغذ می‌نویسم. اول خواستم که اینو با شما در حقیقت شریک بشم. وقتی مه صبحگاهی تمامیت جنگل را فرا می‌گیرد، گویی میان هست و نیست، میان رویا و واقعیت رابطه‌ای برقرار می‌شود. انگار که می‌بینی و در این حال ناتوان از دیدنی. آن هنگام است که میتوانم تولد دوباره خود را در میان هستی همچون گل سرخی آرمیده در کنار گل سرخ دیگری نظاره کنم. بانگ خروس در تداوم روز تبریک تولد دوباره را یادآور می شود. هنگامی که مه پرواز خود را به سطوح بالاتر آغاز می کند، هستی خود را برملا می کند و واقعیت از رویا پدیدار می شود. شعف بودن، شعف ناب هستی در میان سبزی جنگل پدیدار می شود. گویی می خواهد خود را به دریا پیوند بزند و آغاز شدنی شود، همواره در رفتن و نیارامیدن. این شعر رو انتخاب کردم چون فکر میکنم که ما همه اومدیم اندیشکده، هممون شدنهایی داریم و شدنهای خودمون رو سامان میدیم و باز قدردانی و تشکر از جناب آقای دکتر صدریا که واقعا تو این زمینه شدنهای ما رو کمک میکنن و از همه شما باز دوباره ممنون. از یه خاطره شروع میکنم. وقتی که امریکا درس میخوندم در زمینه کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر ساینس، و ما مجبور بودیم که یه واحدی رو بگیریم تو علوم انسانی، واحدهای عمومی باید میگرفتیم. من تو قسمت علوم انسانی واحدی گرفتم و رفتم سر کلاس. استادمون خیلی جالب بود که ایشون تمام رنگ‌های طبیعی می‌پوشید و می‌آمد سر کلاس و بعد تشویق می‌کرد که رنگ‌های طبیعی استفاده کنید، لباسایی که نزدیک باشه به طبیعت استفاده بکنید. درسی که میداد در حقیقت در رابطه با هانا آرنت بود و اولین بار بود که من توتالیتاریسم اونجا شنیدم و یه تصویری درست شد تو ذهن من راجع به هانا آرنت و اینکه در حقیقت گرایش استالین و همینطور ماجراهایی که زمان هیتلر اتفاق افتاد و ادامش، در حقیقت استاد من اینا رو دروی یک سکه میدونست. البته من اون زمان انگلیسیم خیلی خوب نبود، خیلی نمره خوب نگرفتم در این درس، ولی خیلی چیز یاد گرفتم. اولین تصویر از هانا آرنت تقریبا میتونم بگم 20 و چند سال پیش تو ذهن من شکل گرفت. دومین تصویری بودش که من اینجا اندیشکده می آمدم خدمت آقای دکتر صدریا و فلورا جون از من پرسیدن که خب خورشید تو داری رو پایان نامه کار میکنی و این پایان نامه تو رو راضی کرده یا نه؟ من گفتم که راستش فلورا جون، من فکر میکنم که این دپارتمان ما باید به من میگفت که من اگه ترجمه میکردم از هانا آرنت و میتونستم رو اون یه مقدار بنویسم خیلی خوشحال‌تر میبودم و من اونقدر پایان نامه منو راضی نکرد. این مسئله گذشت و اینا، آمدم سر کلاس.
آقای دکتر سعدیا گفتم که خورشید اینو بگیر ترجمه کن. من نگاه کردم، من دیدم که در حقیقت این کتاب دادن به من به متن انگلیسی که من در حقیقت بشینم و ترجمه کنم. من یه دفعه موندم. یه کمی هم من با ایشون بیرو درواسی صحبت میکنم. گفتم دکتر، چون خواست رو به ما درس میدادن دیگه اگه یادمون باشه، گفتم خواست خودتون خوب به من تحمیل میکنید، چرا این کار میکنید؟ یه دفعه ایشون برگشتم گفتم نه، خواست من نیست، خواست خودته. یک دفعه من برگشتم به 6 ماه عقب، وقتی که با خانم دکتر فلورا صحبت کرده بودم و داشتم باش حرف میزدم که اگر کتاب هانا آرندت من ترجمه میکردم خوشحالتر میبودم در مورد پایان نامه‌ام، و دکتر اینو شنیده بودن و این اتفاقی بود که افتاده بود. من بازم از ایشون قدردانی میکنم که این زمینه. اما گذشته من یکمی از بیوگرافی خودم بگم. وقتی که من کامپیوتر میخوندم همونجا فهمیدم که این رشته من نیست و من به علوم انسانی بیشتر تعلق دارم. اینه که این تصویر شکل گرفت که من مطالعات زنان بخونم اینجا، ولی دقیقاً 20 سال بعد بود که اومدم ایران و مطالعات، یعنی بعد از اومدن ایران 20 سال بعد بود که من مطالعات زنان خوندم. ولی قبلش یک کتابی رو ترجمه کردم به اسم گل صحرا و گل صحرا 12 بار چاپ شد. یعنی واقعا اینو بهتون بگم که بدون تبلیغ داستان یک زنی بود، بیوگرافیش بود که خیلی جالب بود و میتونم بگم 30,000 تا نسخه رفته بود. دکتر میدونستن که من این ترجمه رو انجام دادم و بعد یک کتاب فلسفی دستم بود راجع به اخلاق. اینم به دکتر نشون داده بودم که اونم داشتم ترجمه میکردم. اینا تمام یک زمینه ای شد که دکتر لطف کنن و این کتاب رو به من بدن که من بتونم این ترجمه رو انجام بدم. اما من کتاب گل صحرامو آوردم، اگر خواستین نسخه قبلش اینجا بودش که 12 بار چاپ شده، اگر خواستین میتونید مطالعه بکنید. و بعد اینکه خب حالا چه احساسی داشتم وقتی من این کتاب رو ترجمه کردم. تقریبا اواخر شهریور بود که کتاب از دکتر تحویل گرفتم و اواخر آبان بود که من متوجه شدم که کنسر سینه دارم و میتونم بگم که این ترجمه این کتاب واقعا به درمان من خیلی کمک کرد و من روی لحظه متمرکز می شدم و این باعث می شد که تن من بتونه که خودش رو سامان بده و بیاد بالا. یعنی من میتونم به قطع بگم که توی دوران شیمی درمانی من این که ترجمه این کتاب واقعا به من کمک کرد که من بتونم با این بیماریم روبرو بشم. دکتر از من پرسیدن که خورشید از چه لذت میبرید؟ من فکر کردم که خب میتونم بهشون بگم که از ترجمه کردن لذت میبرم و باز به روندی که توش بودم فکر کردم. سوال کردن که آیا لحظات چالش برانگیز ترجمه هم برای تو لذت بخشه؟ و من باز به روند خودم فکر کردم که آیا واقعا اون موقع که خیلی دچار چالش هستم و خب با متن درگیرم یا نمیدونم که چه واژه خوبی بذارم، آیا اون موقع لذت داره برام؟ بیشتر که یه مقدار غور کردم به خودم دیدم که واقعا خود رونده که لذت به من میده و اون لحظاتی که من باید متن رو با در حقیقت خودش مقایسه میکردم و تطبیقش میدادم، اینا بسیار لحظات سختی بودن که نمیتونم بگم واقعا از اونها من لذت می‌بردم، ولی خود روند خیلی منو راضی نگه می‌داشت و حتی بگم که پایانشم که به هر صورت این کتاب در من باز میتونم بگم که خود روند بود که برام خیلی بیشتر از پایانش جالب بود و من فکر میکنم خود اون روند شدن هستش که به انسان خیلی لذت میده. اون موقعی که به اون نقطه میرسی که